اینجا بعض علما میگه که این زنه که لباس تقوا نداره از غیبت خود حفظ نمیکنه، در خانه ها جنجال میپرته. تمام روز بعضی کسا جادوگرا و فالبینایی که شو 12 بجه شو به شیطان سجده میکنن، این زنها میرن پیش اونمو شیطان ها و از پیش از ها جادو میگیرن و در بین خانه ها در زیر بالش از این جادو را تیر کو، در کنجک تاق اونجا بان جادو را در او کنجک بان، سر از این بخوران سر از این بخوان. تو زن در جمله دوزخی ها هستی. نکو به خاطر 4 روز دنیا خدا در غضب خدای عزوجل گرفتار نکو و خانواده ها را برباد و تباه نکنین. شما زن خیلی تلاوتونه که خیلی دبل غیبتونه هم که او ده تو کورو تر منز فساد و فتنه چوله او تو خلق ده تال الله سا پا اقا کی دی پا تکلیف کی چندین خانه را در جنگ انداختی، چندین فامیل تو تباه کردی، شیطانی میکنی، چغولی میکنی، سخنچینی میکنی، گپ از این خانه را به اون خانه میبری، خودت قرار با سرنماز استاد میشه. اوه سعی کنید صاحب کوکوگل جانه، کوکوگل خوب لباسش درست است اما چندین خانه را در غم شانده. در پشت هر قتل که از یک زن است که برای او مردکه چیز میکنه که ای بیغیرته تا تم را کم زاگانی که تا تم را گیگی زا قتل وکا زا بیغیرتی مکوا بخیر سعی کن فلانی تو گفت بنا تو زن هم اینجا بعض علما میگه که این زنه که لباس تقوا نداره از غیبت خدا حفظ نمیکنه، در خانه ها جنجال میپرته. تمام روز بعضی کسا جادوگرا و فالبینایی که شو 12 بجه شو به شیطان سجده میکنن، این زنها میرن پیش اونمو شیطان ها و از پیش از ها جادو میگیرن و در بین خانه ها در زیر بالش از این جادو را تیر کو، در کنجک تاق اونجا بان جادو را در او کنجک بان، سر از این بخوران سر از این بخوان. تو زن در جمله دوزخی ها هستی. نکو به خاطر 4 روز دنیا خدا در غضب خدای عزوجل گرفتار نکو و خانواده ها را برباد و تباه نکنین. شما زن اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا. وقتی که میگه انسان لباس تقوا نداشت میگه تقلب عريانا و این کان کاسیا، این میگه احمد لوچ میگه اگرچه لباس پوشیده باشد. و خیر لباس المرء طاعت ربه، بهترین لباس یک شخص طاعت پروردگارش. ولا خیر فی من کان لله عاصیا، و خیر نیست او کسایی که به الله تعالی عاصی و نافرمان بودن. خب مائلات ممیلات اینجا پیشتر ما شما در حدیث شریف چی خواندیم در حدیث شریف که عن ابی هریره، از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که فرمود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت صنفان من اهل النار لم ارهما، 2 طایفه از دوزخی ها هست که ما اونا را تا حال ندیدیم. قوم، یک طایفه از اونا قومی هستند که معهم سیاتون، با امرایشان اونمو قمچین هاست که از ناب البقره، که ساختمان او قمچین ها مثل دمهای گاو ها وارست. یضربون به الناس، توسط از این قمچین ها مردم میزنن. و نساء، و زنهای هستند که کاسیاتون، عاریاتون، ممیلاتون، مائلاتون، رؤوسهن که اسنمت البخت المائله، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها و ان ريحها لا يوجد من مسيره كذا و كذا. این حدیث شریف در صحیح مسلم آمده. ابو الحسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم قشیری نیسابوری که به نام امام مسلم است، این حدیث شریف نقل کرده که کتابش در بیروت چاپ شده، دارالجیر و دارالآفاق رو چاپ کردن، جلد 6 168 و نمبر حدیث در مسلم شریف 5704 بود که من پیدا کردم. امی حدیث شریفه همچنان امام احمد در جلد 2 355 تحت نمبر 8650 نقل کرده. امام
همچنان ابو یعلی در جلد 12 صفحه 46 در نمبر 6690 و ابن حبان در صحیح خود جلد 16 صفحه 500 حدیث نمبر 7461 روایت کرده. این سندهای حدیث بود که در این کتاب ها این حدیث شریف آمده. خب اینال کاسیات و ناریات فهمیدیم. میم سر مائلات ممیلات، از بد بترش توبه. مائلات ممیلات در زبان عربی مائل علاقمندی رو میگن. یک کسی با یک کسی دیگه علاقمندی داشته باشه، این رو میگه این به این مائل است. و ممیل باز این متعدیش میشه که مثلا این چی میشه که یک نفر خودش میخواه که یک کسی دیگر را به خود چی بسازه؟ علاقمند بسازه، جذب کنه دیگران را. و همچنان از کلمه میلان گرفته شده. به می شکل بعضی حرکت هایی که در او تمایل می باشه، یعنی حرکت های دست مثل که رقاصه ها میکنن دستای خود شورک میته، این هم میگیم که اینی مائله هست، ممیله هست. زنهایی که میرقصن و دخترهایی که میرقصن اینا هم در جمله مائلات و ممیلات میشه. طرف شما بچه ها جوانات دیوال باشن یا رخ استعمار گاهی مدل میسازن، گاهی خنده بازار میسازن، گاهی ستاره افغان میسازن، گاهی ستاره شیطان میسازن و کل ازیر تمویلشان میکنن روشان. و ما والا راست پرسان بکنین پیش روی شما با خداوند تعهد میکنم که امی سیم کارتک روشان خدا سر از امروز باطل میکنم. به خاطر چی که ما هر برنامه فسق و فساد که دیدیم اینا چی بوده؟ تمویل کنندش کی بوده؟ این حالا کی است که سیم کارتک خدا مثل موار از روشان بزنه در زمین چیت کنه؟ یافت میشه کدام جوان؟ ها؟ الحمدلله نما استفاده میکنه ما موسوزه داده میرم بشکنان اینه کیتون تیر مرازمی کارتش از سیم کارتش خدا کارت شیطان در جیبت نگاه کردن گناهگار میشینه. یعنی خدا ما رفع کنه. تا دیروز نمیفهمیدیم امروز فهمیدیم. تو بشکنان شو در کمره تا هم نشانش بده خوب نکشستانی. اینال میگن در مائلات و ممیلات بعضی ها هستن زنهای از جمله زنهای دوزخی هستن که خودشان میل میکنن بر دیگرها و دیگرها را هم به طرف خود چی میکنن؟ میل میکنن. خب اینال یک زن مسلمان، یک دختر مسلمان با کدام هدف مثلا آرایش کرده از خانه خود میبراین؟ مائلات و ممیلات شد نشد؟ شد نشد؟ در مقابل نامحرم چی ضرورت داره؟ یعنی چی ضرورت داره؟ اگر یک خانم از خانه خدا آرایش کرده در بیرون میره تحت چی داخل میشه؟ مائلات و ممیلات. خودش به دیگرها مایل میکنه و دیگرها به طرف خود مایل میسازه. خب بعضی از علما میگن که منظور از مائلات و ممیلات کسانی هستن که به بدیها میل دارن و معلم گناه بر دیگرها هستن. استادای رقص، استادای خنده بازار، کسانی که این پروگرام هم میسازن و کسانی که این تمویل میکنن کلشان در جمله مائلات و ممیلات داخل میشن. خودشان به گناه داخل هستن، دیگرها را هم علاقمند به این میسازن. کسی که در عروسی بچه خود خواننده را میره، کسی که در عروسی خود رقاصه را میره، کسی که در عروسی های خود بچه و دخترها را میرقصانه، کسانی که پیسه میته باز چند نفر رفیقای خود جمع میکنن بین یک فیلم هندی سیل کنید، کسی که در خانه ایش بری برات فیلم هندی را چالان میکنه که سیل کنی. این کلشان علاقمندهای گناه هستن و مردم چی میسازن؟ با گناه علاقمند میسازن. کلش میگه که علما میگن اینا هم داخل میشن. کسایی میگه شامل هستن که با بسیار ناز و عشوه حرکت میکنن، شانه ها و بدن خود به حرکت میآورن. رقاصه ها شامل میشه نمیشه؟ دو روز یک جای جنجال بود میگن رقص خود در اسلام نو پرابلم. گفتیم خود صحیح است دیگه. شیطان آدم غافل میسازه
و رقاصه میسازه و باز برش میگه که کدام نقص نداره، در حالی که حرکت کردن شانه ها و دستار حرکت دادن و شانه ها را حرکت دادن این کلش در جمله مائلات ممیلات و بدی ها مردم دعوت کننده هست. اینا کسانی که زنهایی که ما خود درسای متراست که همیشه